مؤلف رحمه الله تعالی میفرماید و دلیل توکلی، یعنی اینکه توکل این نوع از نوعهای عبادت است. توکل نوع از نوعهای عبادت است. بعدی که رجل ذکر کرد توکل را ذکر می‌نماید. ببین بیان می‌نماید که توکل یکی تکیه کردن بر الله سبحانه و تعالی، سپردن آن امر بر او سبحانه و تعالی، اعتماد بر او سبحانه و تعالی. این از بزرگترین عبادت‌های است با دلیل قول الله سبحانه و تعالی و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. بر الله توکل نمایید اگر شما واقعا مؤمن باشید. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی که بر الله توکل میکنه و الله بر او بسنده است. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. بر الله توکل نمایید اگر شما مؤمن باشید. و علی الله تاکید مینماید، یعنی که تنها بر او اختصاص قرار بدید توکل را. یک توکل تنها برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرید، نه برای غیرش. تنها با او تکیه نمایید. در کارتون، در حالتون، در مسئله هایتون از او بپرسید، چون او پروردگار است که تمام قدرت و اراده در دست او سبحانه و تعالی است. و علی الله، پس بر الله فتوکلوا گفت. فتوکلوا تاکید کرد، حتما این امر شرعی است، امر کده است، تنها بر او توکل نمایید. پس امر دلالت بر واجبیت می نماید، قاعده است. پس هر چیزی که در قرآن امر است این عبادت است، به معنی وجوب می آید. واجب است که تو بر الله سبحانه و تعالی توکل نمایید، بلکه از بزرگترین عبادت هاست. بنابراین در آیه فرمود ان کنتم مؤمنین، چون تنها مؤمنان هستند بر الله توکل می نمایند. همین نیست؟ تنها مؤمنان هستند بر الله توکل می نمایند. ما تا حال یگان کافر را ندیدیم که بر الله توکل نماید. فقط بر سبب ها کافرها فقط بر سبب ها چنگ میزنند. همین گناه است بر سبب ها. اگر حیات آنها را بینگری، آنها فقط آن کاری که بر دنیا میخواهند برسند در دنیا بر سبب ها به نهایت قوی چنگ میزنند، ولی که توکل بر الله ندارند، اعتماد بر الله ندارند، باوری بر الله ندارند. پس ما در توکل قرار داریم. این کنتم مؤمنین گفت. پس توکل شرط برای صحت و سلامت بودن ایمان است. پس ایمان بدون توکل درست نمیگردد. یعنی اگر حقیقتا انسان بر الله سبحانه و تعالی توکل نماید، پس او پیروز و کامیاب نشود. پیروز و کامیابی رو به دست میارد. نشانه اساس ایمانداری بنده بر پروردگارش میشود، چون اعتماد قوی به الله سبحانه و تعالی دارد. اگر کسی خود را مؤمن شمارد ولی بر الله توکل نداشته باشد، پس ایمانش ناقص است، ایمانش کامل نیست. شاید هم ایمان هم نداشته باشد، چون تنها مؤمن است بر الله توکل میکند. و بدون که توکل کردن این خنک نشستن نیست. در جا می نشینی و میگی من توکل بر الله کردم، این توکل نیست. و توکل علما میفرمایند که مثل یک زحمت دهقان است. اگر دهقان نباید کار و فعالیت نکند، زمینی وای ثمره نمیدهد. زمینی وای چیز ثمره نمیدهد. ولی دهقان از پی کار و فعالیت میشود، زحمت میکشد، بر اسباب چنگ میزند، سپس دلش رو با او سبحانه و تعالی میسپارد و آنچه که زحمت کشیده و کاشته بود سپس بر الله سبحانه و تعالی اعتماد مینماید که برای وی زراعت خوب خواهد داد. نه خاک نه آب، تنها الله هست که میدهد. اما این خاک و این آب که از این زحمت از این سبب میشود برای نشو نمای وی با خواست الله سبحانه و تعالی. پس توکل تکیه کردن، اعتماد کردن، باوری کردن بر او سبحانه، اطمینان داشتن بر او سبحانه و تعالی، باوری کامل. بارک الله فیکم. چی فرمود؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر هر کسی که بر الله توکل کرد و پس او بسنده است. و من یتوکل علی الله، هر کسی که با دل راستین کار خود را با الله بسپارد و با او تکیه کند، مطمئن باشد که کارش حتما به نتیجه نمیگردد. فهو حسبه، پس الله برای او کافی است. الله او را بسنده است. الله برای پشتیبانی برای او کافی است، چون الله سبحانه و تعالی مدبر و کارساز است. پس کسی که به الله سبحانه و تعالی توکل کرد، الله برای او کفایه است و آخرتش آباد میگردد. پس و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کسی که بر الله توکل نماید الله برای او بسنده است. این آیه کریمه یک دلیل قوی است برای اعتمادی بنده با پروردگارش. مسئله رزق و روزی، مسئله مشکلات انسان دور شدن و از فشارها، از سختیها خالی گشتن. پس تو وظیفت رو اجرا می‌نمایی، کارات رو میکنی، بر الله توکل می‌نمایی. سپس و می‌فرمایند علما که توکل مانند بستن ریسمان بر یک ستون قوی است. مانند بستن ریسمان بر یک ستون قوی است. اگر تو ریسمان رو بر ستون قوی بستی، پس نتیجهش این است که انسان کامیاب میگردد. اما اینجا یک نقطه کوچکی است. وقتی که تو ریسمان رو بر ستون قوی بستی، ریسمان هم قوی است و ستون هم قوی است. نه تکیه بر ریسمان میکنی نه تکیه بر ستون، بلکه چیکار مینمایی؟ بلکه نتیجه رو بر الله سبحانه و تعالی میسپاری. اگر حقیقتا بر الله سبحانه و تعالی تکیه می‌نمایی، اما تو بر این ریسمان تکیه کردی، بر این ستون قوی تکیه کردی، ناکام میشوی. فهمه؟ بارک الله فیکم.
پس این آیه کریمه که الله کافی است، این یک کلید درهای رحمت الله سبحانه و تعالی بر بندگانش است. یک تصدیق عملی است. الله بسنده است. الله بزرگ است. الله کافی است. والله غالب علی امره. الله بر امر خود غالب است. پس تکیه کردن، اعتماد کردن به الله سبحانه و تعالی، نتیجه کارها رو بر او سبحانه و تعالی واگذاشتن. پس توکل بر غیر الله شرک است و کفر و ضلالت است. توحید انسان را از بین میبرد. عبادت انسان را فاسد میکند. و توکل یکی از عبادت‌های قلبی است. پس توکل با ایمان خیلی یک رابطه زیج دارد. یک رابطه قوی دارد که ناکندنی است، شکست ناپذیر است. این توکل است.